این نسخه اصلی جی تی آی است. اوه، نسخه اصلی جی تی آی است. من اینو قبلا بازی کردم. نسخه خیلی قدیمی جی تی آی هستش. نسخه آقا بذار من دسته ها رو امتحان کنم ببینم با دسته ها میشه بازی کرد یا نمیشه. ببینم. آره میشه با دسته ها بازی کرد. خب این نسخه اصلی بازیه.